الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وصحبه أجمعين. خداوند دائم دعاگو هستیم. خدای مهربان جمعی نفرهایی که بی فرزندند صاحب فرزندای سالم و صالحشون گردان. کسانی که در زندانند الله مهربان صحت و سلامت به خاندان به نزد زن و فرزنداشون برسان. الله مهربان کسانی که از ما گذشتن رحمت و مغفرت چون. کسانی که از ما قرضدار هستند الله مهربان قرضهاشون چگونه ای که وعده میتی که همراه کسانی هستیم که اونها قرض دارن خدایا از این حالت سنگین و وزین این بنده ها هم بیرون گردان. الله مهربان بسیاری بندگانی هستند که شاید مشکلات هایی دارن پیش کسی گفتن نتونن. خدای با فضل و کرامت حاصل بگردان. خدای خاتمه کار همه ما را به خیر کن. ایمان ها با سلامت نگه دار. خدایا با ایمان زیستن، با ایمان دنیا را پدرود گفتن و روز قیامت از بین مردمی مسلمان و مؤمن سر برداشتن الله مهربان برای ما نصیب بگردان. برادران و خواهران عزیز، موضوعی که امروز من انتخاب کردم یک حدیث پیامبر گرامی را برای شما ان شاء الله معنا میکنم. راوی حدیث حضرت عبیدالله ابن محسن انصاری است. امام ترمذی اسناد این حدیث را صحیح میگوید و دیگر کتاب‌هایی که جمع آوری حدیث دارن برادران عزیز این حدیث تصحیح کرده گیرند. ان عبیدالله ابن محسن رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حیزت له دنیا بحذافرها. برادران و خواهران عزیز، پیامبرمون میگه وقتی شما سحر از خواب خیستید، یعنی الله مهربان ترحم کرد و ما سحر مقصد از همون یعنی موت صغرا میگن، یک مردن خورد، یعنی خوابم خودش یک نوع مرگه. وقتی ما از همین خواب بیدار شدیم، بعد بیدار شدن برادران عزیز و گرامی حضرت میگه وقتی سه چیز اگر دریافتی، ببین سه چیز اگر تو دریافتی، یکم آمنن فی سربی، یکم وقتی که تو از خوابت بلند میشی همون خانه که تو در او زندگی میکنی نگاه میکنی که مقصد همون بالای خانه در بالای سر چپه نشیده است، یعنی خانه چپه نشیده است، خانه تا یگان آب و سیل نزده است، خانه نسوخته است، یعنی خانه در حالت یعنی ویم چگونه ای که بود همو آباد و آرامی که بود همو آباد و آرام ایستادگی است. همچنان گردک تا نگاه میکنی که فرزندکات اهل خانواده همه مقصد شکر خدا که یگان سختی و یگان مشکلات بر بالاشون آمده است. یکم چیزی را که پیامبر میگه سه چیز اگر بعد خوابت در خانه مشاهده کردی، یکم انامین است که خانه تا در حالتی مقصد چپه ناشده و ناسوخته و نارخته یافتی و همچنان اهل خانواده را هم در حالت امن و آرامی یافتی. زیرا برادران عزیز وقتی من همین حدیث خواندم در دوره هایی که در کلاب خطیب بودم، همون زمان ها در کلاب کوچه همون چرمگرای پایان میگفتیم همون را آب زده بود که بسیاری مردم یاردم های زیاد کرده بودن. بعدا یک نفری مقصد نزد من آمد و برای من یک حکایت عجیبی کرد. من در ذهن ماند است، خیلی وای نقلش طولانی بود، لیکن من یک جای او را برای تو میگم تا که شما شنوین. میگه وقتی که خواب بودم در خانه همین آب آمده است و وقتی گرمی بود، میگه وقتی به همین تریزه میگه وارد خانه شده است همین آب، میگه در خواب میگه و همین بالای شکمم یک خنکی حس میکنم. میگه رنگی خنک خوردستم، مقصد میگم این
یعنی ایچی حساب باشه یک وقت چشم هوی میکنم که بر بالام آب رفتیسته. برادرای عزیز و گرامی، برای چی من گفتم که شما وقتی سحر میخیزین خانه هاتون سیل زدگی نیست، چپه شیدگی نیست، نسوخته است، یعنی در حالتی الحمدلله همون چگونه ای که آرام و تینج بود، آباد بود، همون خیلی ایستادگی است. این یک. دو، معافا فی جسدی. دویم چیزی را که بعد از خواب بیدار شدن مشاهده کردی این است که وجود خودت به درد یافتی. یعنی همون دست هایی که کار میکرد، همون گوش هایی که میشنید، همون چشم هایی که میدید، همون قدم هایی که حرکت میکرد، الحمدلله که همش بگیم در یک حالت خوبه. زیرا برادرای عزیز، ما در همین حیات خودمان نفرهایی را برای عیادت بیمارداری رفتیم که شب خوب بدن، نغز بدن، سحر دیگه از اون جاگه خوابشون خسته نتانستن. ببین، یا در جاگه خوابشون اونها را بگیم فشار خونم دولینی زدگی است. برای همین وقتی تو سحر میخیزی که الحمدلله که مثلا ما گفتی تاجیکای ما 4 اشکالی روا، همه وجودت شکر خدا، مثال صحت ای، سلامت ای. این 2. 3. عنده قوت یومی. خانه را میپرسی که مقصد آیا یگان خوردنی داریم یا نه. در خانه برای تو میگن که امروزه خوراک داریم، یعنی امروزش برای ما و شما کفایت میکنه. 3 چیز شد. یکی، سحر خیستیم خانه هامون مقصد همه حالتی خودش بود. 2، وجود هامون به درد و به مشکلات و مقصد تنمون صحت بود. 3، یک روزه خوراک در خانه داشتیم. حضرت گفت فکأنما حیزت له دنیا بحذافیرها. دنیا گفت همین 3 چیزی را که داشت همش بر تو داد. یعنی تو گفت مالک دنیایی، تو یک پادشاه دنیایی. همین مالکا و پادشاه ها گفت همین چیز دارن. ببین سحر میخیزن همون خانه و در و قلعه و قبله شون مقصد در جای خودشه، تنشان صحت های، همون روزه خوراکشون دارن. یعنی با معنایی که فردا، اگر فردای ما نامعلومه، اگر من خوراک فردا را هم داشته باشم لیکن اگر تا فردا نرسم مقصد او خوراک نصیب من نمیشود. به این خاطر گپ سر امروزش که هست، امروز حیات هستم، من مالک دنیایم، ببین من پادشاه دنیایم. برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا اینم یکی از هشدار دادن و یکی از آگاه کردن ما هست که ما وقتی که خستیم، ولی من نفرهایی را میدونم برادران عزیز که عمرهاشون قریب به 65 رفته است لیکن کلبه ندارن، خانه ندارن. وقتی ما و شما امروز خانه داریم و از این در بالاتر بین یک شکر خدای مهربان، یک ملک داریم، وطن داریم، یک جای داریم که کجای بریم مقصد از این طرفش آرامیم که میریم، با جا و پا و شرایط داریم. به این شکرگزاری کن در کار. به این تنی صحتی که حاضر داریم به این شکرگزاری کن در کار. و با امروزه خوراکی که در خانه دارم به این هم شکرگزاری کنم، زیرا فردای مالی معلوم نیست. زیرا الله مهربان قرآن دا میگه ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. پگاه نمیدونید که شما مرده این یا زنده. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، این حدیث هم برای ما و شما انشاءالله یک حدیث تعلیمی هست، یک حدیث بیدار کننده هست. هر یک آدمی که اگر خوب اهمیت دهد، حقیقتا پیغمبر نازنین چه یک معلم بهترینی هست که برای ما و شما گاه گاه ممکن یگان ناشکری داریم، گاه گاه ممکن قناعت نداریم. ببین برای ما و شما یک هشدار میده، یک آگاه من میکنه، میستیم فکر میکنیم حقیقتا همین دنیا همین قد چیز دارد. آخه از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، الله را دعاگاه هستم که خداوند فهم این حدیث در ذهن هر کدام شما الله مهربان جای کند. بازم خداوند خاتمه کار هممون به خیر کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.